در این قسمت دعوت میکنیم از جناب آقای سرخوش عزیز و جناب آقای حسین زاده عزیز که یک نمایش خیلی کوتاه و دوست داشتنی دارن که تقدیم ما و شما میکنن. آقای سرخوش و آقای حسین زاده که در کنار هم قرار بگیرن، یعنی مطمئنم که من هر چی که خواسته و جلوی خود بگیریم، مطمئنم که از نمایش این بزرگواران لذت میبرین. به افتخار جناب آقای سرخوش عزیز و آقای حسین زاده یک کف بلند بزنید. 4-5 روز برات کاکه میگردم، نه پیدا کردم نه هم هیچی. ماه مبارک رمضان که بشه کاکه لالا اخلاق بی اخلاق. به نظرم همیته که معلوم میشه بمخونه و زندگی خمی اخلاقی نداره. همیته که ما گفتم دیگه معلوم میشه امروز که بیای بال کن به خیر خوشی و سلامتی ببینیم که اخلاقی بس هر جا آمدن عید شد دیگه. بابا جان تا به کی جیغ داد و من شهر میکشی؟ تو کی هستی؟ 1000 تا کاکی به می شهر تو کی بابا جان؟ با خدا داشته. سلام علیکم اشتن کاکه عزیزم، تعریفا شما میکنم قربان تو شما. بشنیدم فدای توشون بشنیدم. نه والله مدام ما تعریف تر میکنم کاکه. این تعریف بود؟ آه جانمه. تو هم مونده بود که پشت سر ما مردم گپ بزنی؟ من غلط بکنم که گپ بزنم پشت سر کسی، خصوصا باز کاکه. همالی گپ میزدی همالی نه کدوم با چی میگردی؟ چه خوی چیزی؟ فکر خوب بگیر گرودات رو قلم میکنم. نه والله بادمه. چی گفتی؟ ایچی میگم والله راست میگی کاکه. بابا کجا هستی؟ نمیگی میگم کاکه 1000 دفعه به تو گفتم که همین چشما خور خیلی به کلمه به در نکنه که تو رو. خب کاکه جان آنی ماه مبارک رمضانم خلاص شد. خلاص شد. عیدم بیامد. آنان شما بگیم از اول ماه مبارک رمضان تا به حالا که عید شده چی خاطره داریم؟ قربان شما. بله یعنی خاطرات خور ما مردم بگیم. بله ها شما مردم خاطرات خور بگیم به شرط پوف پف نکنه. نه فدای توش ما واقعیت هر میگه. آفرین واقعیت قربان شما. برانی بشنید. فدای توش آسته دیگه واقعیت میگه. همین واقعیت رو بگو. بله ها یار جان همین شور و شف ماه مبارک رمضان به راه بود. بله ها هنوز تازه ما شروع شد. بله ها خدا برسه. اولین بله برق آمد ده چند جواب دی بگو. به چندی بود؟ 2000 شد 12000. نازک میشه. و این که از برق ما مردم. آفرین این از برق شما. از او چی بگیم کاکه جان؟ از اون ساعت 5 بجه بعد از ظهر که ما اشد ضرورت به آب داریم. به او داریم. بله ها هم که نلا میشه که روزه نداشته باشه. بله ها هم نخک میایه. چری؟ من نمیفهمم گاهی وقتا از او باد میایه. نه والله بادر به نخره که متر مکعبی به 25 روپیه به این مردم قریب میفروشم. خدا کم رک از اینا رو بشکنه. الهی آمین الهی آمین. بله ها دیگه بره تو بگو. بله بگی دیگه بره تو بگو. خب دیگه کجواش نکن خود خور خیلی ما مردم جوش میگیره. حال شما جوش میگیره؟ حدود رکر بگیم. راست بگیم. شطور گفتن چرا گردن تو کجه گو کجا من راسته که با گردن من کج باشه. راست هم بگیم به خدا. حالا که ما از چی بگیم؟ از نخرو نما بگیم. حالا سل کنده کنا انا نکسه کنیم کاکه از میوه خشک از میوه تر. برو بالا. به کجا؟ برو بالا. میره بالا. به ستاره ها رسیده. طور به خدا. رحم و شفقت گم شده. از افغانستان چور و چپاول رقم. راست بگیم به خدا. ای برادر همین موبایلا پولتو دزدی بکنه. کدوم موبایلا؟ همین موبایل تاکیسی تو. راست بگی به خدا. پینجایل بنداز میگه فنگ ما اقزرر میگه ایدی گرفتم. با راست بگیم بابا من مردم که ایدی داده. بگو هیچ کس ما با اقزر چشما خور بدر نکنه. که جوش میگیره. این تا کی جوش میگیره؟ ای برادر از چی بگیم؟ بگو تو از چی بگیم؟ گوش گردون شده کاکه. چی؟ بله گوشت چی؟ گوشت گوسفند. اگه گوشت گوسفند دیدی سلام مرم بگو. نه والله خدا میدونه گوشت چیه. مرغ شو. الله بخند. مرغ؟ بله تو
همون مرغا شلی در برو بپرس که حاله به چنده شده. آخه کاکه همی دم عید که میشه مگر مردم یک کمی همی دیکندارا همی شرکت والا همینایی که هستم اینا مگر به مردم مراعات کنم خیلی. انال مراعات وقتی میشه که همون کسی که عوامله بله اونا مراعات کنم. خب بله ما مردم همی قبض برق ما با هم کسی ما نمیته میگردیم. چری؟ میگردیم. برای بخیر بگر یه تا بیامد و برفت. نه والله کسی نگفت که چی رقم بود. راستم میگی و خدا کینه که بپرسه. کینه که بپرسه. پس دکون دارم همونته میگه کینه که بپرسه. راست میگی مولا کاکا. همین ترقار بگو. همین ترقار. با ترقه ما چی کار داریم؟ مال بزیر پامو کس ماشین اندازه. برادر 300 دفعه جوار زده که دکوندار نفروشه کسی نخره. بازم میبینی با مچیدی میری به سجده بری دم بزر پات صدا میکنی. با خدا راست دیل مردم میترقونه دیگه چی بگی؟ و خدا نمیفهم دیگه اگه هر چیزی به می کله تو هست بگو کاکه.